به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و خیلی قدیمی شروع میکنیم. کتاب خنوخ یا ادریس نبی. خلاصه از این کتاب رو من برای شما میخونم که بسیار زیباست و امیدوارم خیلی خیلی خوشتون بیاد. این کتاب به زبان عربی و زبان عبری هستش که ترجمه این کتاب به دست من رسیده و خلاصه کوتاهی که خیلی زیباست. با من همراه باشید که این کتاب رو با هم کشفش کنیم. خنوخ یا ادریس نبی. لوح زمرد نام لوحی است افسانه‌ای که در تورات و بسیاری از افسانه‌های ملل از آن سخن به میان آمده است. طبق افسانه‌های توس، خدای آتلانتیس باستان، دانش و علوم برتر را بر روی این الواح کنده‌کاری کرده است و هرگاه مللی آن را در اختیار داشته به تمدنی عظیم و پیشرفته دست یافته است. پس از ویرانی آتلانتیس، مصریان باستان اولین مردمی بودند که این الواح را به دست آوردند. این لوح در حقیقت شامل 12 لوح سبز است. ترکیب آن از موادی است که توسط یک کیمیاگر خلق شده است. آنها فاسد نشدنی و در برابر تمامی عناصر و مواد مقاوم هستند. در واقع از نظر ساختار سلولی و اتمی غیر قابل تغییر و با جابجایی مکانی هم تغییر نمی کنند. در این زمینه آنها قوانین یونش مواد را می شکنند. روی آنها به طور مشخص زبان آتلانتیس باستانی کنده‌کاری شده است. متن یکی از لوح‌ها: من اینجا فقط حقیقت را میگویم و نه چیز دیگری. هر آنچه در پایین است پژواک آن چیزی است که در بالاست و هر آنچه در بالاست پژواک آن چیزی است که در پایین است. شخص بایستی از این آگاه باشد تا درکی از آن یکتای ابدی به دست آورد. هر چیزی که به وجود می آید به خاطر اراده آن یکتای ابدی است. تمام اشیاء مادی از طریق متراکم کردن انرژی به وسیله آن یکتای ابدی جلوه‌گر می شوند. خورشید پدر دنیای فیزیکی و ماه مادر آن است. روح القدس روح‌های پرورش یافته را به ارمغان می آورد و زمین آنها را تغذیه می کند. پدر تمامی این پیشرفت‌ها در کل گیتی همیشه و همه جا حاضر است. قدرتش مافوق همه قدرت هاست. او از هر چیز دیگری برتر است و اوست که با قدرت تام در روی زمین جلوه‌گر شده است. بنابراین خاک را از آتش جدا کنید، سخت و فشرده را از لطیف و بسیط، با کرداری همراه با درک و احتیاط فراوان و ترسی آمیخته با احترام و شگفتی. آتشی لطیف و ملایم بشوید و سرور و شادمانی را درک کنید. بدین گونه شما به اتحاد دست می‌یابید. سپس به زمین برگردید و شما از ظریف‌ترین ها آگاهی خواهید یافت و قادر خواهید بود به طرز مؤثری کاستی ها را دگرگون کنید. این به این معنی خواهد بود که شما به افتخار اتحاد با آن یکتای ابدی نایل شده اید و خودتان را از جهل و تاریکی رهانیده اید. قدرت آن یکتای ابدی در زیر هر چیزی حضور دارد. زیر هم سخت و فشرده ترین آنها و هم زیر لطیف ترین و بسیط ترین آنها و هر دو را کنترل می کند. از این طریق است که گیتی هست می شود و سپاس به این ارتباط دهنده شگفت‌انگیز همه چیز. پیدایش ادامه دارد. به این وسیله دنیا ایجاد شده است. به همین خاطر است که نام من هرمس تراسپیرون 3 مرتبه متولد شده هستم، زیرا من در تمامی 3 ناحیه وجود نقش بازی می کنم و صاحب
خرد کلگیتی هستم و کامل از چیزی که من باید مورد کار خورشید می گفتم. هرمس ذهنی سریع دارد. او به سرعت ایده های مهم در موقعیت های مختلف را درک می کند و بدون از دست دادن زمان بر اساس این درک شهودی عمل می کند. همیشه در حرکت است. ثابت نگه داشتن او به همان اندازه سخت است که بخواهی جیوه را در دستهایت نگه داری. در کیمیاگری مرکوریوس یا خدای جیوه است، یعنی روح پنهان درون ماده. هرمس روش پیدا کردن طلای روحی یا گوهر وجود را به ما نشان می‌دهد. نام ادریس. نام عبری آن حضرت خنخو و ترجمه عربیش اخنوخ است. در بعضی نقل هاست که حکمای یونان نام آن حضرت را هرمس الهرامسه یا هرمس حکیم گذاردند. هرمس لفظ عربی است و ترجمه یونانی آن ارمیس به معنای عطارد یا عطارد هستش. خنخو یا خنخو نزد اهل کتاب یکی از پیامبران پیش از طوفان نوح علیه السلام است که علوم و کتاب‌های فراوانی را به او نسبت دادند. علمای اسلام وی را با حضرت ادریس علیه السلام که خدای متعال وی را در قرآن مجید ستوده و به معراج او اشاره کرده است برابر می‌دانند. واژه خنخو در زبان عبری به معنای آزموده است. نام وی حدود 44 بار به لفظ اخنوخ و چندین بار به لفظ احنوخ یا احنوخ، خنخوخ یا خنوخ در کتاب بهارالانوار آمده است. حضرت خنوخ در مصر متولد شد و مسلمین خنوخ را همان ادریس می‌دانند. تیر، سیاره تیر، تیر یا عطارد یا عطارد، مرکوری واژه لاتین که در مقابل نام یونانی هرمس است، خدایی که پیغام برنده برای خدایان دیگر بوده و به همین دلیل هرمس در اغلب تصاویر با صندل‌های بالدار کشیده می شود. علاوه بر پیغام رسانی، او نگهبان بازرگانان و مسافران بود. تیر تندروترین سیاره سامانه خورشیدی است. تیر یا همون عطارد که با سرعتی حدود 48 کیلومتر در ثانیه هر 88 روز یک بار خورشید را دور می‌زند. از این رو سیاره‌ای گریزپاست که دیدنش آسان نیست و به همین دلیل است که شاید ایرانیان باستان آن را تیر نامیده و در یونان مرکوری یا پیک خدایان لقبش داده بودند. مرکوری در ادبیات افسانه‌ای یونان و روم خدای سخنوری و نویسندگی و عطارد در ادبیات فارسی و عربی دبیر فلک نیز خوانده شده است. سیاره عطارد یا سیاره تیر با فاصله 57,934,000 کیلومتری نزدیکترین سیاره منظومه شمسی به خورشید است و کمترین مسافتی که با زمین پیدا می کند به 80 میلیون کیلومتر می رسد. به خاطر نزدیکی این سیاره به خورشید اگر در طرف رو به خورشید آن بخشی که روز است قرار بگیرید به راحتی در دمای 465 سانتیگراد پخته خواهید شد و به علت حرکتی وضعی آرامش اگر در طرف شب آن قرار بگیرید آنقدر سرد خواهید شد که در دمای 148 سانتیگراد به راحتی مرگ را بر اثر یخ بستن تجربه می کنید. گردش وضعی این سیاره حدود 2 ماه طول می کشد و از این رو گرم شدن آن در روز و سرد شدنش در شب دیرپاست. فیلسوفان مسلمان هرمس یا ادریس را
منشأ حکمت یا صوفیا و از جمله اولین فیلسوفان و حکما در نظر گرفتند. به علاوه شیخ الاشراق شهاب الدین سهروردی و نیز شاگرد وی شهروزری او را یکی از متألهین حکمای الهی پنداشتند. شهروزری هرمس را پدر فلاسفه مینامید. از نظر سهروردی در کتاب مطارحات هرمس منشأ حکمت یا صوفیا بود. ماهیت هرمس. پیش از آنکه آثار هرمس را بررسی کنیم بهتر آن است که راجع به شخصیت خود هرمس که با عقلانیت این مکتب یکی شده بحثی داشته باشیم. در طول قرون وسطی هرمس را همان توت مصری، اخنوخ عبری، هوشنگ ایرانیان باستان و ادریس مسلمان می‌پنداشتند. هرمس و نوشته‌های منسوب به او نیز بین مسلمانان گسترش یافت و در کتب دینی و تاریخی و فلسفی و علمی از او یاد شد. علمای اسلام او را همان اخنوخ یا ادریس نبی علیه السلام می‌دانستند که در قرآن نیز بدو اشاره شده است. رب النوع توت. آگاه باش ای انسان، تو فقط یک روحی. جسم هیچ است، روح همه چیز است. نگذار جسمت مانع تو باشد. از تاریکی بیرون آی و به سمت نور حرکت کن. از جسم بیرون آی ای انسان و رها باش. به راستی که نور یکیست با نور الهی. ما همان ستارگان هستیم در زیر این پوست. نوری که به دنبالش هستیم همیشه همراهمان بوده. خودت را کشف کن، تصمیم بگیر که تبدیل به خود نور شوی. تصویری هم گذاشته شده در این کتاب از عصای چاوش و اسامی و نمادهای چاکراهای هفتگانه در بدن انسان. نماد فر کیانی به نماد فروهر مشهور است. پیکر بالداری است. این پیکر در دیدگاه بسیاری باستانشناسان و ایرانشناسان نماد اهورامزدا می باشد. نماد خورشید بالدار در فرهنگ خاورمیانه و در تمدن مصر، سوریه و آشور تاریخی طولانی دارد و نماد فر کیانی اقتباسی از آن است. نامیدن این نماد به عنوان نماد فروهر به قرن 19 میلادی برمیگردد و مدرکی دال بر اینکه این نماد وابسته به دین زرتشتی باشد وجود ندارد. دانشمندان همواره در مورد نماد فروهر اختلاف نظر داشتند. بسیاری از نوشته‌های علمی این نماد را اهورامزدا می‌دانند. عصای چاوش هرمس عصایی است که از دو مار در هم تنیده تشکیل شده است. این نماد باستانی برای قرنها نمایانگر علوم سری بوده است. عصای چاوش به گونه‌ای مبهم نماد فعالیت چاکراها، 7 مرکز انرژی در بدن، بر اساس پزشکی سنتی هندی و یوگا از ابتدای ستون فقرات تا غده صنوبری با استفاده از قدرت مارپیچ، بنابراین مارگونه یا بصیرت روحانی است. هرمس را چوب دستی یا عصایی است که در روایتی از طلا و آن را از آپولو به پاداش می‌گیرد. در بالای این عصا 2 بال و 2 مار به هم پیچیده در 2 جانب عصا قرار دارند و افسونهای خود را به یاری این عصا جاری می‌سازد. این عصا در کارهای مختلف هرمس و از آن شمار در سایکوپرومپوس با راهنمای ارواح به جهان زیرین کاربرد دارد. هرمس پیامبر زئوس و خدایان و در این کار عصای رسالت را در دست دارد. ادریس از دیدگاه اسلامی یکی از پیامبران خداست. عنوان شده که ادریس یکی از پیامبران بزرگ بوده و به جایگاه والایی رسیده. هرمس معرف آرمیس است به معنای تیر یا عطارد یا عطارد که نام رومی آن مرکور از مرکز به معنی تجارت گرفته شده است.
وی نخستین کسی بود که خط نوشت و جامه دوخت، لباس پوشیدن و بنای شهرها و وضع نجوم و تقویم هم به دو منسوب است. حق تعالی نام او را الهام داد که به رأی العین سیر ستارگان می‌دید و تأثیر آن را می‌شناخت. ادریس 365 سال در زمین بزیستی. فقط 1 ساعت جان از او جدا شد و آن هنگام افطار غروب آفتاب بود. سپس خواست که او را به آسمان برند. خنوخ یا خنوخ نزد اهل کتاب یکی از پیامبران پیش از طوفان نوح علیه السلام است که علوم و کتاب‌های فراوانی را به او نسبت دادند. علمای اسلام وی را با حضرت ادریس علیه السلام که خدای متعال وی را در قرآن مجید ستوده و به معراج او اشاره کرده است برابر می‌دانند. واژه خنوخ در زبان عبری به معنای آزموده است. نام وی حدود 44 بار به لفظ اخنوخ و چندین بار به لفظ احنوخ، احنو، خنوخ، خنو در کتاب بهارالانوار آمده است. این خلاصه کوتاهی از این کتاب بود که با اینکه خیلی خیلی کم بود من ترجیح دادم که برای شما بخونم و این رو در کانالم بذارم. 2 تا 3 تا عکس داره که من با ویدئو الصاق میکنم که شما هم این عکس ها رو ببینید و لذت ببرید. امیدوارم از اینکه این خلاصه کوتاه رو برای شما از کتاب ادریس نبی خوندم خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید و اگر بتونید این کتاب رو به دست بیارید و با ترجمه فارسی به دستتون برسه این کتاب رو تا انتها بخونید و لذت خوندنش رو به خودتون هدیه بدید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.